من شعله هستم. سال 66 تو خانواده ساده و مذهبی به دنیا اومدم. مادر و پدر من 4 تا بچه داشتن. خواهر بزرگم شهلا که متولد سال 60 بود. برادرم شهریار متولد 63 و شهرام 69. من 10 ساله بودم که خواهرم شهلا یه روز وقتی از مدرسه برمیگشت خونه توی راه حین عبور از خیابون اصلی یه ماشین بهش میزنه و جا به جا از دنیا میره. وقتی خواهرم مرد من از نظر روحی و روانی ضربه وحشتناکی خوردم، چون خیلی خواهرم رو دوست داشتم و بهش وابسته بودم. شهلا خوشرو و مهربون بود. همیشه وقتی از مدرسه برمیگشت برام کلی خوراکی و خرت و پرت میخرید و موهامو درست میکرد. مامان بابا رو مجبور میکرد لباسای خوشگل و رنگ رنگی برام بخرن و خلاصه جوری خوب بود که رفتنش برای من یه معضل بزرگ شد. اون سالی که شهلا فوت کرد من کلا مدرسه نرفتم و ترک تحصیل کردم. بعدم که با زور خانواده مجبور شدم برم مدرسه. انقدر تو درسام افت کرده بودم که به زور نمره قبولی می آوردم. مادرم زن قوی و جسوری نبود و وقتی حال منو میدید خودشم بدتر میشد. خلاصه که روز به روز حالمون بدتر و بدتر میشد. مثلا مامان انقدر حمام نمیرفت و لباساشو عوض نمیکرد که سر و تنش بو میگرفت و نمیشد از 1 کیلومتریش رد شد. غذا نمیپخت و بابا مجبور بود از بیرون غذا بخره. ما هم یه حاضری چیزی میخوردیم. بابا با دیدن اوضاع ماها حالش خیلی بد میشد و یه وقتایی هم میدیدم میشینه و زار زار گریه میکنه. داداشم هم حالشون بهتر از ما نبود. راست میگن ما در قلب خونه است. قلب خونه ما نمیتپید. برای همین همه چیز خراب بود. یه سالی اوضاع زندگی ما همین بود تا اینکه انگار مامان یهو به خودش اومد و دید زندگی داره از دستش میره. کل خانواده از هم پاشیده. سعی کرد به افسردگی حال بدش غلبه کنه. به زور از رخت خواب بلند میشد و منو هم به زور بلند میکرد. میرفتیم حمام و بعدم خونه رو تمیز میکردیم. از اون طرف هم اسرا میرفت جلسات دعا، اینجوری با خوندن قرآن و دعا خودش آروم میکرد. انگاری تصمیم داشت بپذیره زندگی همینه. با بهتر شدن حال مامان منم بهتر شدم و زندگی رو روال افتاد. هنوزم جای خالی شهلا حس میشد، اما دیگه مثل قبل زندگی رو متوقف نکرده بودیم. کم کم من بزرگ شدم و مامان همچنان جلسات دعاش رو میرفت و یه وقتا که دلم میگرفت منو هم با خودش میبرد. میگفت قرآن بخون دلت آروم شه. من دختر چشم گوش بسته و ساده‌ای بودم. همیشه به حرف مادرم و پدرم گوش میدادم و روزی رو یادم ندارم که حرفشون حرف آورده باشم. یه روز جمعه صبح با مامانم رفتیم مجلس دعا. صدای کسی که روزه میخون خیلی سوز داشت. جوری که وقتی میخون یاد شهلا میافتادم و حس میکردم همین دیروز از دستش دادم و از ته جیگرم میسوخت. افتادم به گریه و چنان زجه میزدم و گریه میکردم که دیگه اصلا حواسم به دور و برم نبود. تو حال خودم بودم و زار میزدم. مامانم از من بدتر بود که یهو 2 تا دست رو شونه‌هام نشست. برگشتم دیدم یه خانم قد بلند با چهره مهربون و چشم‌های براق بالا سرمه. آروم شونه‌هامو مالید و گفت بسه دخترم، بسه. باشه یه آبی به سر و صورتت بزن. به سختی از جام بلند شدم و دستم رو آب زدم. اون خانم مهربون تمام مدتی که داشتم دست و صورتمو میشستم کنارم ایستاده بود و داشت با مهربونی نگام میکرد. وقتی دید حالم بهتره یه لیوان آب بهم داد و یکم گلاب تو صورتم پاشید و گفت عزیزم خدا به دل هیچ کس غم نده. تو با این سن و سال کمه چه غمی توی دلت داری؟ مادرت هم اینجوری زجه میزنه. با خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم از فکر خواهرم بیرون نمیام. به خاطر اون خرابه. با راحتی نگام کرد و پرسید خواهرت مریضه؟ دوباره زدم زیر گریه و گفتم کاش مریض بود. مرده. دستمو محکم تو دستش فشار داد و گفت اینم مشیت الهی بوده. هممون یه روز میایم یه روز میریم.
هیچ کس تو این دنیا موندنی نیست و دور و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. قشنگم، حیف اون چشات نیست اینجوری زار میزنی؟ بذار روح خواهرت در آرامش باشه. اینجور که تو داری براش زار میزنی، روح اون خدا بیامرزم آرامش نداره. انقدر با هم حرف زد و دلداری داد که واقعا از ته دل کمی آروم شدم. چند روز بعد یکی زنگ زد خونمون و من تو آشپزخونه بودم. اما صدای مامان رو میشنیدم که خیلی رسمی و محترمانه حرف میزنه. نمیدونستم با کیه. وقتی دیدم صحبتاشون به درازا کشید، بیخیال شدم و رفتم یه دوش بگیرم. وقتی اومدم بیرون دیدم مامان لبخند به لب نشسته تو اتاقم و گفت: وا مامان، اینجا چی کار میکنی؟ مامان اشاره کرد که در رو پشت سرم ببندم و بیام پیشش بشینم. رفتم کنارش و گفتم: چی شده مادر؟ مامان دستم رو گرفت و گفت: دختر، بخت بهت رو کرده. به خدا که اینا همه ایمان و برکت روح بچم شهلاست. گفتم: اینجا چی شده مگه؟ با عشق نگام کرد و گفت: برات خواستگار پیدا شده. مادر، اونم چه خواستگاری؟ با خجالت دستم رو از دست مامان کشیدم و رومو برگردوندم. مامان خندید و گفت: الهی قربونت برم که انقدر شرم و حیا داری. عزیزم بی خود نیست، پسر حاج کمال. بذار عاشقت شده. با تعجب گفتم: عاشقم شده؟ اصلا این یارو کی هست؟ کی منو دیده که عاشقم شده؟ مامان خندید و گفت: همون روزی که رفته بودیم دعا یادته؟ گفتم: آره. مامان چشمکی بهم زد و گفت: اون خانومه که بردت آب به دست صورتت بزنی رو یادت میاد؟ گفتم: آره یادمه مامان. گفت: اون خانوم زن برادر حاج خانوم نعمتی بوده. اون روز با تمام خانواده و پسرش خونه خواهر شوهرش مهمون بودن. چون پایین مجلس دعای زنانه بوده، آقایونشون طبقه بالا بودن. ظاهرا همون موقع که حاجی طاهر تو رو میبره تا آب به صورتت بزنی، پسرش اومده بوده پایین یه چیزی برداره. بالا که چشمش به تو میافته انگاری چادر از سرت افتاده بوده. عمش حاج خانم نعمتی میگفت انقدر دخترتون به پسر برادرم بی توجه بوده و چشماش حیا داشته که دل پسرمون رو برده. اومده در خونه من تا آدرس شما رو بگیره. بعد مامان صداشو آروم کرد و گفت: اینجور که حاج خانم بین حرفاش میگفت وضع مالیشون خیلی توپه. تک پسر رو باباش وصیت کرده بعد مرگشم دار و نظرش رو بدن به پسرش. هم مال دارن، هم از تو خوشش اومده، هم خانواده دار و محترمن. اینجور که همه آقا داماد میگفت خیلی تو بازار اسم و رست داره و شناسه هستن. من که بهشون گفتم همین هفته تشریف بیارن تا حرفای اولیه رو بزنیم. نظر تو چیه؟ راستش با چیزایی که از مامان شنیدم خیلی ذوق زده شدم. چی میخواستم بهتر از این؟ یه شوهر پولدار و خانواده دار و عاشق. اون زنی هم که من دیدم انقدر مهربون و با شخصیت بود که قطعا اگر مادر شوهرم میشد بهترین مادر شوهر دنیا بود. به مامانم گفتم: مادر، هرچی شما صلاح بدونید، من رو حرفتون حرف نمیزنم. مامان خندید و گفت: باشه دخترم، پس من برم با بابات حرف بزنم. تو هم تا روز خواستگاری یکم استراحت کن و به خودت برس. بعدم گونه‌هام رو بوسید و از اتاق رفت. ته دلم خیلی خوشحال و راضی بودم. همیشه دلم میخواست با یکی ازدواج کنم که دوستم داشته باشه. وقتی فهمیدم این آقا پسر شیفته این نجابتم شده خیلی خوشحال شدم. آخه مامان همیشه میگفت سرمایه یه دختر نجابتشه و من خوشحال بودم که تونستم این سرمایه رو داشته باشم و حفظش کنم و به واسطه‌اش خوشبخت بشم. خلاصه که خیلی زود زمان گذشت و شب خواستگاری رسید. خدا میدونه مامان و بابا برای این مراسم چه کارا که نکردن. تمام خونه رو برق انداختن، حتی شیشه ها پنجره‌های سالن رو عوض کردن که خیلی زیباتر و نوتر باشه. دیزاین خونه رو تغییر دادن، قالی و مبل نو خریدن. خلاصه خونه رو کردن بهشت. از اون طرفم مامان یه سری ظرف و ظروف جدید مارک خرید که خیلی گرون قیمت بودن. ظرفای بزرگ دورطلایی خیلی خوشگل،
مامان تک تک ظرفا رو پر از خوراکی کرد. یکی شیرینی، یکی میوه، یکی آجیل، یکی میوه خوش، یکی انواع شکلات و لواشک. خلاصه مامان و بابا سعد خودشون رو گذاشتن وسط تا به خانواده دامان نشون بدن ازشون کم ندارن. مامان برام یه دست کت و شلوار خرید. خیلی گرون و شیک بودن. با روسری ابریشم. اون شب وقتی خانواده داماد وارد شدن، من با دیدن پدر داماد خیلی جا خوردم. اون حاج کمالی که از مادرم شنیدم، تو نظر من یه پیرمرد فرتوت و خمیده بود. اما حاج کمال هم خیلی خوش‌تر و تیپ بود. هم خیلی از خانومش جوان‌تر به نظر می رسید. با اینکه موهای سر و صورتش سفید بود، اما صورتش شاداب بود و چشاش برق می زدن. از پسرشونم که دیگه نگم. درست شبیه پدرش بود. قد بلند و خوش اندام، اما با ریش و موهای سیاه و براق. با دیدن آقا داماد گل از گلم شکفت. حاج کمال همین که نشست چاییشو خورد، رو به پدرم کرد و گفت خب جناب صفوی، ما امشب اینجاییم تا اگه قسمت باشه به دستور خدا و سنت پیامبر دختر شما رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. از اونجا که ماشاءالله دختر خانومتون خیلی واوجنات و سکنات بودن، به دل حاج خانوم ما نشستن و اگه اجازه بدید و صلاح بدونید تا صحبت‌های اولیه رو شروع کنیم. خیلی تعجب کردم. مامان میگفت پسر خوشش اومده از من، اما باباش چیز دیگه‌ای میگفت. داشتم با تردید به مامان نگاه میکردم که بابام رو به من کرد و گفت والا حاج آقا، مگه بهتر از شما هم پیدا میشه؟ من کیه برای دخترم بخوام بهتر از شما؟ اما اجازه بدید با دخترم حرف بزنم، نظرشو بپرسم. انشالله هرچی خیره. حاج کمال خندید و گفت شما بزرگواری آقای صفوی. حتما باید عروس خانومم نظر بدن، ولی خب بالاخره شما ابوی ایشونید و نظر شما خیلی مهمه. چشمم به همسر حاج کمال افتاده بود و برخلاف اون روز که همش دور و برم بود و برام دلسوزی میکرد، الان چادرش تو صورتش کشیده بود و آروم بی صدای گوشه کس کرده بود. با خودم گفتم نکنه مادرش به این وصلت راضی نیست، نکنه به عنوان عروس از من خوشش نمیاد و هزار تا فکر و خیال به سرم زد. داشتم با خودم فکر میکردم که یهو با صدایی یا الله گفتنای حاج کمال به خودم اومدم. حاج کمال خانومش و پسرش پا شدن و از بابام خواستن زودتر نتیجه رو بهشون اعلام کنه. همین که رفتن مامانم رو به بابام کرد و گفت چرا انقدر دست به دست میکنی مرد؟ شعله کی رو حرف ما حرف زده که این بار دومش باشه؟ وقتی پسر خوبه، خانوادش آدم حسابیه و به دردمون بخورن، چرا هی سر میدوونی و ردشون میکنی برن؟ خب جواب مثبت همین امشب میدادی میرفت دیگه. بابا گفت خجالت بکشن، مگه دخترم از سر راه آوردم که چشم بسته بدمش بره؟ باید برم یه تحقیقی، پرسجویی چیزی، بعد موافقت کنم یا نه؟ مامان داد زد چه پرسجویی مرد؟ خل شدی؟ حاج کمال رو تو بازار همه میشناسن، سرشناسن. خواهرش که تو محل خودمونه، هر هفته میاد مجلس دعا. برو ببین چه بروبیایی داره. کبکبه دبدبه‌ای دارن. تمام محل حاج خانم و شوهرش رو میشناسن. اون وقت میخوای بری تحقیق؟ بابا گفت پس خود شعله چی؟ اونم باید فکر کنه نظرشو بگه. الکی که نمیشه. مامان چپ چپ به بابا زل زد و گفت من با شعله شب قبل حرفامون رو زدم. اونم جوابش رو داده. این چشمش از اون یکی خوشحال‌تره که بخواد عروس این خانواده بشه. اون وقت تو تازه نشستی میگی ببینم شعله چی میگه؟ بابا با عصبانیت گفت میگی نرم تحقیق ببینم دخترمو میخوام دست کی بسپرم؟ مامان گفت نه نه نه، بخت با همون یار بوده که همچین خواستگاری نصیب دخترمون شده. همین فردا زنگ میزنم میگم بیام برای بله برون و مراسم اولیه. بابا دیگه ساکت شده هیچی نگفت. مامان فردای خواستگاری خودش زنگ زد و جواب مثبت رو بهشون اعلام کرد. چند روز بعدم حاج کمال و چند تا از خانواده‌های نزدیکشون همراه احمد رضا، یعنی همون آقا داماد، اومدن خونمون برای مراسم بله برون.
برادرای من هر دو مجرد بودن و از ازدواج فراری. اصلا هم به اینجور مراسمات اعتقاد نداشتم. اما به اصرار مامان تو بله برون شرکت کردن. چیزی که برام جالب بود تمام زنها دخترای خانواده حاج کمال چادری سفت و سخت بودن. من حجابم کامل بود، اما چادری نبودم و جزو تو مراسم‌های خاص مثل همون مجلس دعای مراسم ختم و اینجور جاها چادر نمی پوشیدم. خواهرای حاج کمال، برادراش و زن برادر و دختر و پسرش همه تو مراسم ما حضور داشتن. اما از خانواده مادری احمد رضا هیچ کس حضور نداشت. خود مادرش هم خیلی آروم بود و همچنان به نظرم می اومد از این وصلت ناراضیه. این زن هیچ شباهتی به اون زنی نداشت که روز اول باهاش برخورد کرده بودم. همین موضوع یکم منو میترسون. اون شب حتی حلقه رو هم عمه احمد رضا دستم کرد و این هم باز برام جای تعجب داشت. چرا مادرش حلقه رو دستم ننداخت؟ شب بله برون برام سنگ تموم گذاشتن. بهترین ها رو برام تهیه کردن و خیلی دور برام را گرفتن و خوشحالی کردن. البته چون زیادی مذهبی بودن نه آهنگ گذاشتن نه رقص و این حرفا داشتیم. داداشم میخندیدن و میگفتن مراسم عزا بود نه بله برون. اما مامان میزد تو دهنشون و میگفت حرف مفت نزنید. چند روز بعد از بله برون حاج کمال از بابام خواست مقدمات عقد رو فراهم بکنیم. میگفت نمیخوام یه وقت خدایی نکرده بچه‌ها به گناه بیفتن. عقد ما کمتر از 1 ماه بعد بله برون برگزار شد. مادر شوهرم حتی موقع عقد من فقط تبریک گفت و من رو بوسید و هدیه‌اش رو که یه سرویس طلای خیلی سنگین بود و بهم داد. باز رفت یه گوشه نشست. بعد از عقد احمد رضا منو برداشت برد سر زمینی که به گفته خودش میخواست بسازدش تا بچه‌هامون رو اونجا بزرگ کنیم. زمین فوق‌العاده خوب و بزرگی بود و تو منطقه خیلی خوبی قرار داشت. تنها ایرادی که از نظر من داشت این بود که دور و برش هیچ خونه‌ای نبود. این خیلی برام عجیب بود چون احمد رضا از نظر مالی واقعا هیچ مشکلی نداشت و میتونست یه جای شلوغ‌تر و مرکزتر خونمون رو تهیه کنه. وقتی بهش گفتم خندید و گفت من عاشق تنهاییم. اینجا خودم هستم و خودت. هیچ کس جز ما نیست. پس میتونیم حسابی با هم باشیم و بهمون خوش بگذره. راستش منم سنی نداشتم و دختر آفتاب مهتاب ندیده و ساده‌ای بودم. با شنیدن این حرف احمد رضا نه تنها ناراحت نشدم و بهش بدبین نشدم، تازه ته دلم خوشحالم شدم که همسرم انقدر عاشقمه که میخواد همیشه خودمون دوتا باشیم و هیچکس مزاحممون نباشه. احمد رضا مشغول ساخت و ساز بود و منم هر از گاهی میرفتم خونه‌شون و میومدم. احمد رضا به بهونه اینکه محرمیم هر هفته منو میبرد خونه‌شون. من تو رفت آمد به خونه احمد رضا متوجه شدم مادر احمد رضا تو زندگی عملا هیچ کار است و تمام تصمیمات مهم زندگیش رو حاج کمال میگیره. حرف اول و آخر خونه رو حاج کمال میزد. اینجور بگم که مثلا حاج کمال سرمایه‌ای بود و خانواده‌اش گرمایی. وسط گرمای مرداد ماه مادر شوهرم خیس عرق میشد. اما به خاطر حاجی که میگفت نباید کولر روشن کنیم دم نمیزد و گرما رو به جون میخرید. این برای من خیلی عجیب بود. تو خانواده ما هیچ وقت همچین چیزی نبود. همه آزادی داشتن و به راحتی زندگی میکردن. اما انگار مادر شوهر من زندگی سخت و تو اون خونه داشت. یه جورایی هیچ کاره بود. تازه فهمیدم چرا تو مراسمات ما انقدر ساده بود و هیچی نمیگفت. بنده خدا حرفش اهمیتی نداشت که بخواد چیزی بگه. وگرنه همچنان زن خوب و مهربونی بود. همیشه با آرامش و لبخند با من حرف میزد و روبرو میشد. خیلی دوستش داشتم از ته قلبم. اما وقتی عروسش شده بودم حس میکردم تو نگاهش یه چیزی هست که میخواد از من مخفیش کنه. نمیدونستم چی ولی یه جورایی انگار دلش میخواست یه چیزی بهم بگه که نمیتونست. وقتی به مادرم میگفتم میخندید و میگفت به خدا که خیالاتی هستی دختر. این حرفا رو نزن. مادر شاید چی میخواد بگه که نمیتونه. الان تو عروسش هستی. مطمئن باش اگه حرفی داشته باشه
بیرو درواسی میاد بهت میگه اصلا نمیخواد قصه بخوری. احمد رضا جز این که یکم عصبی بود هیچ مشکلی نداشت. من با تعصبی بودنش هم مشکل نداشتم. آخه دیده بودم که مثلا دختر عموش حتی جلوی حاج کمال که عموش و محرمش هم هست مانتو میپوشید و زیر مانتوش ساخته است. همیشه هم مقنعه به سر بود و اگر هم احمد رضا بود که دیگه چادرش هم تا بالای ابروش میکشید. یه جورایی بهش حق میدادم. تو همچین جو خانواده‌ای توقع داشته باشه، زنش هم حجاب کامل داشته باشه و مراقب باشه ضمن اینکه از نگاه ها رفتارش حس می‌کردم چقدر عاشقمه و به هم وابسته است. من به خاطر عشقی که به احمد رضا داشتم چادری شدم. مادر و پدرم هیچ وقت کاری به این چیزا نداشتن و میذاشتن راحت باشم و جوری بگردم که شوهرم میخواد. حتی مادرم همیشه میگفت اگر دل شوهرت با یه چادر پوشیدن گرم میشه دل گرمش کن. اما کم کم احمد رضا حساسیتش بیشتر و بیشتر شد و دیگه ازم میخواست جلو برادر و بابام هم بیشتر رعایت کنم و خیلی راحت نگردم. یه روز سر ظهر دقیقا موقع نهار وقتی داشتم غذا میخوردم زنگ در خونه رو زدن. احمد رضا بود. اومده بود دیدن من. مامانم خوشحال بهش جوش انداخت و گفت برای بشقاب و قاشق و چنگال بیارم و ذوق زده گفت ببین راسته میگن سر سفره برسی مادر زنت دوست داره. من خیلی دوست دارم پسرم. من متوجه شدم انگار احمد رضا یکم تو خودش و زیاد سر حال نیست. اما فکر کردم شاید سر کارش مشکلی پیش اومده یا سر ساختمون باز کارگر کسی اذیتش کرده. اما هنوز 2 قاشق از غذاشو نخورده بود که یهو قاطی کرد و بی هیچ حرفی رفت سمت اتاق و منو با اشاره چشم ازم خواست دنبالش برم. مامان و بابا هم متوجه شدن اما چیزی نگفتن. من سریع دنبالش رفتم. همین که وارد اتاق شدم احمد رضا مچ دستمو گرفت و محکم فشار داد و گفت این چه سر وضع لباسیه؟ جلو باباتو داداشات پوشیدی. با تعجب گفتم چیه مگه بلوز و شلواره؟ عصبی تو صورتم زل زد و قرید این بلوز شلوار چسبون رو فقط جلوی من باید بپوشی میفهمی؟ نه جلوی هیچ مرد دیگه ای. زود باش یه پیرهن بلند و گشاد بپوش بیا بیرون. منو دیوونه نکن. این که من پیشت نیستم دلیل نمیشه هر جو دلت میخواد بپوشی یا بگردی. بعدم زیر لب شروع کرد فحش دادن به مهندسی که قرار بود به زودی خونه رو تموم کنه و هنوز نکرده بود. عصبی گفت باید هر چی زودتر عرضه کنیم. دیگه طاقت ندارم. همش تو فکر تو و مراقبت از تو باشم. اگر کنارم باشی حال منم خوب میشه. من انقدر احمق بودم که با دیدن رفتارهای عجیب و غریب احمد رضا به جای اینکه بترسم و از دستش فرار کنم بیشتر عاشقش میشدم و با خیال اینکه به خاطر دوست داشتن زیاده داره این رفتارا رو میکنه خوشحال میشدم. اون روز من احمد رضا رو بغل کردم و ازش معذرت خواستم که باعث ناراحتی شدم و فوراً لباسم رو عوض کردم و از اتاق بیرون زدم. اون روز بابا و مامان چیزی نگفتم اما انگار بابا متوجه شده بود چرا احمد رضا قاطی کرده و من چرا لباسم رو عوض کردم. فردا این روز بابا از کله سحر رفت بیرون و تا نزدیک غروب نیومد. وقتی در رو باز کرد با ناراحتی من و مامان رو صدا کرد. تا ما رو دید کوبید تو سر خودش رو به مامان گفت دیدی با دستای خودمون دختر یکی دونمون رو بدبخت کردیم؟ مامان گفت چرا چی شده مگه؟ منم هاج و واج و وحشت زده چشمم به دهن بابا دوخته بودم. بابا گفت شله بابا تو خونه‌ای که احمد رضا داره میسازه رو دیدی؟ تا حالا داخلش رفتی؟ گفتم آره بابا یه ویلای بزرگ داره میسازه که فقط سالنش تا 6 تا 12 متری میخوره. 3 خواب بزرگ داره که تو هر اتاقش حموم و دستشویی جدا داره. سقف‌های بلند و شیک و بعدم با خوشحالی گفتم بابا حتی احمد به من گفته به هیچ عنوان لازم نیست جهاز ببرم. خودش همه جهیزیه رو تهیه میکنه. بهم گفته بهترین جنس پرده رو میخواد سفارش بده بدوزن. از من خواست رنگ پرده ها رو بهش بگم خودش بره همون رنگو سفارش بده. بابا نشست رو مبل و گفت ای دختر ساده من ندیدی خونت چقدر دیوارش بلندتر از دیواره خونه های معمولیه؟ ندیدی؟ گفتم چرا بابا دیدم خیلی قشنگه این دیوارهای قصر میمونه. بابام گفت
فکر کردی چرا دیوارا رو انقدر بلند گرفته؟ چون داره برات زندان میسازه، نه خونه. مامان گفت چی میگی صادق؟ زندان چیه؟ بابا داد زد. هیچی نگو. من برای هر چی میکشم از دست توه. گفتم قبل حق بذار برم تحقیق. زدی به کلی بازی که اینا بهترینن. و اگر بری تحقیق بفهمن زشت میشه. بفرما دیدی چی به سرمون اومد؟ شعله داره با یه روانی ازدواج میکنه. من گردن شکسته تازه رفتم تحقیق و فهمیدم این حاج کمال شما و خانواده‌اش همگی از دم از مشکل و وسواس دارن رو زناشون. حساسیت غیر عادی دارن. نمیذارن زنشون بعد از ازدواج هیچ کس رو ببینه. حتی خانواده خودش ندیده. مادر احمد بنده خدا چقدر آروم بود. ندیدی فامیلاشون تو مراسم ها نبودن؟ اینا بی دلیل که نیست. بنده خدا تو زندگی یه برده است. هیچ کار هست. حاج کمال سالی 1-2 بار با هر کس بهتر از خوشگلتر و جوانتر ازدواج موقت میکنه و میره سفر. گردش خوشگذرانی. وقتی هم خسته شد زنش عوض میکنه. همسر عقدیش رو هم تو خونه زندون کرده تا مثل یک کلفت خونه داری و بچه داری کنه. نه فقط حاج کمال، برادراش هم همینه. فقط از دور زندگیشون قشنگه. همشون مریض و فاسدن. احمد رضا هم عین باباشه. دختر زبون بسته ما رو میخواد برای حمالی و کلفتی. خونه‌شو یه ویترین که جلوی مردم نمایش بده. که بگه بله منم زن دارم. دختر ما رو برای حمالی و کلفتی میخواد. بعدم با هر کی دلش خواست و عشقش کشید بره خوشگذرونی. گفتم نه بابا، احمد عاشقمه. احمد بد دل و روانی نیست. شاید باباش باشه، احمد نیست. بابا داد زد اگر نیست چرا اون روز مجبورت کرد جلوی من و داداشت لباس گشاد بپوشی؟ اگر نیست چرا رفته پرده برای پنجره‌های خونت سفارش داده که اگه کلفتی با پتویی فرق نداره؟ الان بعد از ازدواج حتی نمیذاره تو با ما رفت و آمد کنی. باید همین الان طلاقتو ازش بگیریم. زدم زیر گریه و گفتم اشتباه میکنی بابا. من و احمد عاشق همیم. محاله از هم جدا شیم. اون روز فکر میکردم بابا داره اشتباه میکنه. برای همین به احمد زنگ زدم و با گریه ازش پرسیدم احمد تو بددلی؟ تو بعد ازدواج نمیذاری من خانواده‌مو ببینم؟ اونم انگار فهمیده بود من یه چیزایی دستگیرم شده. گفت نه عزیزم، چرا نذارم خانواده‌تو ببینی؟ بهش گفتم انگار یکی بابا رو علیه تو و خانوادت بدبین کرده. تو رو خدا بیا زودتر بریم سر خونه زندگیمون. بابا میخواد ما رو از هم جدا کنه. احمد رضا گفت نگران نباش، من نمیذارم کسی تو رو ازم بگیره. من و احمد با وجود ناراحتی بابام بعد از 2 ماه عروسی کردیم. شب عروسیم بابا با چشمای پر از اشک گفت میدونم پشیمون میشی. هر وقت برگشتی قدمت رو چشمم. من با احمد ازدواج کردم و 2 ماه بعد از ازدواج فهمیدم بابا راست گفته. احمد وقتی از خونه میرفت در رو قفل میکرد. اجازه نمیداد گوشی داشته باشم. اگر میخواستم خانواده‌مو ببینم انقدر باید صبر میکردم که تا وقتش که آزاد شد خودش همراهیم کنه. 1 ساعت خونه بابام میموندیم و با هم برمیگشتیم. بابام راست میگفت، من زندانی شده بودم. در و دیوار و پنجره‌های خونه خیلی بلند بود و حتی پنجره‌ها هم قفل داشت. پرده‌های خونه ضخیم بود و بلند و من اجازه نداشتم پرده‌ها رو کنار بزنم. تو تمام قسمت‌های خونه حتی وقتی حموم و توالت دوربین نصب بود. احمد رضا حتی وقتی خونه نبود ثانیه به ثانیه منو چک میکرد. یه بار یکی هم پرده رو کنار زدم تا نور بیاد تو خونه. وقتی احمد رضا اومد خونه انقدر کتکم زد که از حال رفتم. مادر احمد رضا به خاطر اینکه جرأتش نداشته حقیقتو بهم بگه عذاب وجدان داشت. هر وقت منو میدید میگفت حلالم کن. احمد رضا انقدر دیوونه بود که حتی با وجود تمام کنترلی که روم داشت گاهی وقتا قاطی میکرد و الکی بهم تهمت میزد و منو به باد کتک میگرفت. آخرین باری که منو کتک زد حالم خیلی بد شد و از حال رفتم. وقتی به هوش اومدم تو بیمارستان بودم. مادر شوهرم با چشم خیس بالا سرم بود. تا چشم باز شد به سمتم اومد و منو بوسید و بهم گفت منو ببخش مادر که برات مادری نکردم. تمام بدنم کوفته بود و درد میکرد.
مادر شوهرم پرسید میدونستی بار داری؟ با تعجب گفتم نه. دوباره گریه کرد و زد تو سر گرفت و گفت با بلایی که سرت احمد آورده دیگه بچه‌ت از دست دادی. اصلا از اینکه بچه‌مو از دست دادم ناراحت نشدم. کلا دیگه نسبت به همه چیز بی تفاوت بودم. مادر شوهرم اومد نزدیک و بهم گفت به خدا که من دلم نمیخواست یه دختری بیارم تو خونم و یه آدم بدبخت عین خودم بسازم. ولی به اجبار عمه احمد و باباش به زور کتک اومدم. منو حلال کن، داری میبینی که احمد چجوره. خدا شاهد باباش بدتره. من از ترس بهت هیچی نگفتم. ولی دلم خیلی برات میسوخت. میدونستم دختر خوبی هستی. مادر احمد گریه کنون گفت پدر و مادرم مردن ولی من اجازه نداشتم حتی مراسم ختمشون برم. چون بابای احمد فهمیده بود پسرم یه زمانی خواستگارم بوده. میترسید منو تو مراسم ما ببینه. تمام خانوادم منو طرد کردن. چون فکر میکردن حاج کمال بهترین مرد دنیاست و من خودم نمیخوام باهاشون برم و بیام. یهو چشماش برق زد و سرشو بالا آورد و گفت ولی شله من نمیذارم بیشتر از این عذاب بکشی. از همینجا برو خونه بابات. نذار دست احمد بهت برسه. اگر با احمد بمونی خیلی قوی باشی تهش میشه یه آدم مریض و افسرده مثل من. برو جوونیتو باش نذار. گفتم اگه برم که برای شما بد میشه. خندید و گفت احمد به خیال خودش منو گذاشته مراقب تو باشم. باورش نمیشه جرأت کنم خودم فرارید بدم. برای همین میگم خوابم برد و تو در رفتی. برو تا احمد و باباش نیومدن برو یه وکیل خوب بگیر و شکایت کن. الان با بلایی که سرت آورده بهترین فرصت رو داری. برو دختر. من نفهمیدم چجوری لباس پوشیدم و رفتم. بابا مامان که خیلی وقت بود منو ندیده بودن خیلی با دیدنم ذوق زده شدن و من همه چیزو گفتم. دوست برادرم وکیل بود. فوراً پرونده رو باز کرد و از احمد رضا شکایت کرد. رفتم پزشک قانونی و خلاصه با سختی و بدبختی ثابت کردم توی این مدت چه بلاهایی سرم اومده. هرچند احمد خیلی نفوذ داشت و حسابی جلوم قدلم کرد. اما بالاخره افتاد به خواهش و تمنا و خواستم ببخشمش که من در قبال جدایی همه چیز رو بخشیدم. خیلی طول کشید ولی بالاخره تونستم خودم از دستش نجات بدم. سالهاست تنها و مجردم و کابوس احمد همیشه باهامه. بعضی شبا خواب میبینم توی خونه احمد زندانیم و دارم کتک میخورم. دیگه روانم هیچ وقت مثل سابق نشد ولی دارم تلاش میکنم خودم رو به زندگی برگردونم. دوستان ممنون که تا انتها همراه من بودید. اگر از این داستان خوشتون اومد ما رو ساب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا به محض اینکه داستان جدیدی قرار دادیم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. فعلا خدا نگهدار.